کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است البته. کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت، در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین، گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی، من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این توقی خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن، خوش به حال ما. غیبت کنین، این حال ما خوب می شود، نیکی های ما زیاد می شود. کسی غیبت کند برادرش را، نیکی هایش را خدا می گیرد و نابود می کند.